سلام عزیزان، خیلی خوش اومدین به قسمت 10. امشب قرار خلاصه پدر پولدار پدر فقیر رو براتون بخونم. امیدوارم که تا آخر این پادکست لذت ببرید. موضوع اصلی کتاب پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی مطرح میکنه که چگونه میتوان از پول به عنوان ابزاری برای توسعه ثروت استفاده کرد. یعنی چطور باید کار کنیم که پول برای ما کار کنه، نه ما برای پول. رابرت کیوساکی در این کتاب بیان میکنه که 2 پدر تاثیرگذار در زندگی خودش داشته. پدر فقیر در واقع همون پدر واقعی و ژنتیکی اون بوده، مردی بسیار باهوش و تحصیل کرده. پدر بی پول یا فقیر معتقده که باید درس بخونی و توی دانشگاه خوب موفق بشی و پس از گرفتن مدرک تا در یک مقام دولتی مشغول به کار بشی و از حقوق مزایای دولتی بهره مند بشی. با وجود این ویژگی‌های ظاهراً مثبت، پدر فقیر از نظر مالی خوب نبود و همیشه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرد. در عوض پدر پولدار پدر بهترین دوست کیوساکی بوده و از نظر برخی ویژگی اخلاقی مشابه پدر واقعیش بوده، ولی از نظر باورها و رفتارهای مالی تفاوت خیلی زیادی داشتن. پدر پولدار اعتقاد داشته هر فردی بخواد موفق بشه باید نحوه کارکرد پول، نحوه ایجاد پول و آموزش‌های مالی رو یاد بگیره. پدر پولدار اگرچه تا کلاس 8 بیشتر تحصیل نکرده، اما سرانجام میلیونر میشه و اینجا رابرت به ما میگه که ما چه اشتباه‌ها و باورهایی داریم که باعث میشه ما پولدار نشیم. توی فصل اول میخونیم که پولدار برای پول کار نمیکنه. اغلب آدما این عنوان رو اشتباه درک میکنن و فکر میکنن منظور نویسنده این هستش که افراد ثروتمند کار نمیکنن. در حقیقت کاملا برعکس اونه. در واقع اکثر افراد ثروتمند سخت کار میکنن، اما نحوه کارشون و دیدگاه اونها با افراد بی پول فرق میکنه و همچنین افراد ثروتمند و افرادی که حتی دوست دارن ثروتمندتر بشن هر روز یاد میگیرن که چگونه میتونن کاری انجام بدن که پول برای اونها کار کنه. همونطور که پدر پولدار میگه افراد فقیر و متوسط برای به دست آوردن پول سخت کار میکنن، ولی افراد پولدار پول براشون کار میکنه. دوستاتون رو سعی کنین با دقت انتخاب کنین. به یاد داشته باشین که شما میانگین 5 افرادی هستین که بیشترین وقتتون رو با اونا سپری میکنین. تفاوت بین دارایی‌ها و بدهیامون رو بدونین. به طور مثال اجاره یه اقامتگاه یا داشتن یه ماشین دارایی شما نیست، چون اینا بدهی حساب میشن و شما باید بابتشون پول پرداخت کنید و هزینه بدین، مثل هزینه تعمیرات، هزینه سوخت. اگرچه در مدرسه به ما یاد ندادن که پول چطور برای ما کار میکنه، اما امیدوارم با خوندن نکات مهم این کتاب تا الان یاد گرفته باشین که امور مالی خودتون رو به عهده بگیرید. امیدوارم لذت برده باشین. شبتون خوش.